اینجا کوچه رحمان نبیف شهر خوجند است. این کوچه در نزد ساحل دریای سیر واقع می باشد. صفیه خان 9 ساله محض از همین کوچه ناپدید گردید. 2 روز می شود نجات دهندگان کارهای جستجویی را ادامه می دهند. دخترک سنه 7 فوریه ساعت 3:30 از خانه برآمده بی‌درک گردیده است. پدرش سید اعظم خان رحمتوف میگوید که دخترش از آب می ترسید. از این رو بدون اجازه وی به دریا وارد نمی شد. اما حالا از کجا پیدا کردن سراغ فرزند خرده‌اش را نمی‌داند. دخترم وقتا بوده لب دریا باز کرد بینام نشان گم. من دور از این کفته فلک فارم. هیچ خیلی نکرد. خبری ناز نیست. درست کارمندان ملیسه MCS کمکی از دستشون همه چی یاری کاسان افسوس که خبرهای نقص نیست. از مکتب خانه آمده کردکشه کشته پاپکشه مونده لبی دریا فرامدگی سیامکاش کامل همسایه براش دیدیم در اونده برامدگی یک ضعیف که میزنن با گشته در اونده کردکشه قبل طرف خانه بیاد بعد از اون بینام نشان. نجات دهندگان بخش کمیته حالتهای فوق‌العاده در شهر خوجند داوم 2 روز است که دریای سیر را می‌جویند، زیرا منزل استقامتی عائله رحمتوف به دریا نزدیک میباشد. کارهای جستجویی هم زیر آب و هم روی زمینی ادامه میکند. نجات دهندگان ابراز می‌دارند که روز گذشته کارهای کفتوکویی را تا سرحد حدود ناحیه باباجان غفوروف ادامه دادند، اما بی نتیجه است. کارهای غواصی زیر آبی و روی آبی امروز هم 2 مرتبه تا ماست خطای رفته آمدیم. حاضر بعد از عبید با یک بار دیگر میفرویم کارهای روی آبی کردی کافته غواصان را سعی دادیم 2 مرتبه 3 مرتبه لیکن حالی نتیجه نیست. امروز کارهای جستجویی غواصان تا ناحیه جبار رسولوف ادامه میکند. برای کافتوکوی دخترک 9 ساله ساکنان سرجمعانه حتی با استفاده از اسب او را میجویند. مردم و پیوندانش امید و باور دارند که صفیه خان زنده و سلامت پیدا میگردد. امروز سنه 9 فوریه نجات دهندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده تا حدود ناحیه جبار رسولوف کارهای جستجویی را ادامه می‌دهند که آن بیش از نزدیک 10 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. جستجویی هم در داخل آب هم از روی آبی جریان دارد، اما دخترک 9 ساله را هنوز پیدا نکردند. صفیه خان رحمت و خواننده صنف 3 در گیمنازیوم رقم 1 است. راهبر صنفش میگوید که سنه 7 فوریه صفیه در درس اشتراک داشت و فعال بود. در صنف حالتهای ناگوار به مثال مناقشه و یکدیگر نفهمی به میان نآمده است. تا رفتن از مکتب حالت دخترک خوب بود، میگوید آموزگار صفیه. حالت صفیه بود و دخترکی با آداب با بهای خوب و اعلا میخواد و همه کارهای جمعیتی فعال بود. همون روز آمد درس‌ها فعال اشتراک کرده، درس‌ها جواب داده، باهاش گرفته برفت. ما یگان کوهی ندیدیم. حالتی روح افتاده دیدگیامون نه. دوگانه‌اش که نقص بازی کرده، خوش خورسندی که خانه‌شان برفت. ساعتی 11 سینده درسمو تمام شد. من برآورده گسیل کردم برآمده رفت. ناپدید شدن یک خواننده مکتب در حدود شهر خوجند باعث به سر و صداهای زیاد گردید. هنگامه‌ها در شبکه‌های اجتماعی وابسته به این موضوع گوناگون پهن گردیدند و هنوز خبرهای بردروغ پهن می شود. نوار آخرین از خانه برآمده رفتن صفیه را کامرای نظارتی ثبت کرده است. پدرش میگوید صفیه خان در پایش پای افزال بهارانه داشت. حالت روانی دخترتون چه بود؟ آرام بود. آرام. وقتچاق، دلبر، دلسوز. دستی پروردگار هیچی گفته نمیتونم. امروز 2 ساعت شد. امید به امید نغزی پاش که در اونده بیاد عجایب. صفیه خان در عائله رحمت ها از همه فرزند خورده است. در مکتب نیز تحصیل خوب داشت. امروز برای پیدا کردن وی نه تنها مقامات های مخصوص و نجات دهندگان بلکه مردم نیز کمک میکنند تا صفیه خان سلامت به خانه برگردد. گزارش مفنوشکور و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.